اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز شنبه. وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان با خانواده های قربانیان و مجروحان حادثه برخورد قطار ریل در شرق ایالات اودیشای جمهوری هند که طی آن صدها نفر جان خود را از دست دادند تسلیت میگوید. سرپرست وزارت تحصیلات عالی شیخ ندا محمد ندیم میگوید در روند تعیینات معیار تقوا، دیانت و اهلیت می باشد. دکتر عبدالباری عمر رئیس عمومی اداره ملی غذا و ادویه با حضور مقامات محلی قندهار ریاست اداره ملی غذا و ادویه این ولایت را افتتاح کرد. مولوی فیض الله جمال حقانی معین امنیتی وزارت امور داخله میگوید تعداد پلیس امارت اسلامی افغانستان به 150,000 نفر رسیده است و تلاش می شود تا در هر زمینه مسلکی شوند. ملا بختالرحمن شرافت رئیس اداره ملی خط آهن کشور در جریان سفرش به ترکیه از شرکت ذوب آهن کاردمیر ترکی دیدن کرد. اداره ملی خط آهن میگوید رئیس شرکت کاردمیر پیشنهاد داده است که در بدل مواد معدنی به افغانستان ریل تولید میکند. پلیس شجاع حوزه نهم قماندانی امنیه کابل یک موتر ربوده شده را کشف نموده است. سارقان موتر مذکور را از ناحیه دهم شهر کابل ربوده بودند که بعد از اطلاع پلیس دستگیر و موتر به صاحب اصلیش تسلیم داده شد. موزیم پستی یک بار دیگر از سوی شرکت دولتی افغان پست افتتاح شد. در این موزیم تیکت های چاپ شده رویدادهای مختلف تاریخی، سیاسی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی نگهداری می شود. صنعت گلخانه‌داری در فرا برای 149,500 تن به گونه مستقیم و غیر مستقیم زمینه کار را فراهم کرده است.